بینندگان و شنوندگان عزیز، ملت شریف ایران، همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، نیروهای مسلح مقتدر کشورمان دقایقی پیش به تجاوز آمریکا پاسخ دادند. جزئیات بیشتر این پاسخ را تا دقایقی دیگر به اطلاعتان می رسانیم. نیروهای مسلح مقتدر کشورمان پایگاه هوایی آمریکا در العدید قطر را هدف موشک پیشرفته خود قرار دادند. نیروی هوایی ارتش تروریست آمریکا دیروز به خاک مقدس کشورمان ایران تجاوز کرد. این عملیات موفق در پاسخ به تجاوز ارتش تروریست آمریکا به خاک عزیز کشور و حاکمیت ملی ایران صورت گرفته است. مقاوم ایران در پی تجاوز نظامی آشکار رژیم جنایتکار ایالات متحده آمریکا به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران و نقض صریح حقوق بین الملل با تدبیر شورای عالی امنیت ملی و راهبردی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رمز مقدس یا ابا عبدالله الحسین در عملیات بشارت فتح پایگاه العدید قطر را هدف تهاجم ویرانگر و قدرتمند موشکی قرار داده است. این پایگاه مقر سرفرماندهی نیروی هوایی و بزرگترین دارایی راهبردی ارتش تروریستی آمریکا در منطقه غرب آسیا است. پیام اقدام قاطع فرزندان ملت در نیروهای مسلح برای کاخ سفید و متحدانش روشن و صریح است. جمهوری اسلامی ایران با اتکال به خداوند متعال، اتکا به مردم مؤمن و پرآوازه ایران اسلامی، تحت هیچ شرایطی تعرض به تمامیت سرزمینی، حاکمیت و امنیت ملی خود را بی پاسخ نخواهد گذاشت. با تجاوز دشمن آمریکایی بر همگان آشکار شد که شرارت صهیونیست ها امتداد طراحی آمریکایی ها بوده است. بر این اساس یادآور می شویم که در این دفاع ملی پایگاه ها و اهداف نظامی متحرک آمریکا در منطقه نه فقط نقطه قدرت بلکه نقطه ضعف بزرگ و چشم اسفندیار این رژیم جنگ افروز به شمار می رود. در آستانه ماه محرم، ماه عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، بار دیگر به دشمنان ایران اسلامی هشدار می دهیم که دوره بزندر رو به سر آمده است و اراده نیروهای مسلح مقتدر مردمی کشور هر گونه تکرار شیطنت منجر به تسریع در فروپاشی ارکان نظامی آمریکا در منطقه، فرار خفتبار آنها از غرب آسیا و تحقق آرمان مشترک امت اسلامی و ملت‌های آزادیخواه جهان در محو غده سرطانی صهیون خواهد شد. پایگاه العدید یا به قول خود در واقع مردم محلی النخله یک پایگاه نظامی هوایی است که سرفرماندهی ارتش امریکا در منطقه غرب آسیا از اونجا اداره میشه. یعنی تمام عملیات نظامی هوایی که میخوان صورت بگیرند و به ویژه عملیات‌های گوناگونی که در کشورهایی مثل سوریه، ایران و عراق و سایر کشورها معمولاً از این پایگاه در واقع تدارک دیده میشه و راهبری میشه. این یک. نکته دوم، این بزرگترین پایگاه هوایی ایالات متحده در خارج از یعنی در غرب آسیاست. برآوردها نشون میده که 10,000 نظامی درش هستند و دست کم 100 فروند هواپیما
و پهپاد در این پایگاه مستقر هستند. البته این پایگاه حدود 24-25 هزار هکتار زمین رو در بر میگیره، یه مقداری فاصله داره از شهر دوحه و در واقع جنوب غربی دوحه پایتخت قطر هست، یعنی فاصله داره با شهر. حتی اطلاعات پیش از این هم افشا شد که پهپاد MRQ-9 که در واقع به پرواز در آمد و در اون بامداد فرمانده قهرمان مبارزه با تروریسم یعنی سرلشکر شهید حاج قاسم سلیمانی رو به شهادت رسوند، از این پایگاه هدایت شد. بنابراین اگر امشب این اتفاق میفته میتونه انتقام اون خون به ناحق ریخته شده هم باشه. در این پایگاه حدود 53 تا در واقع F-15 و F-16 مستقر هستند و بقیه هم فکر میکنم 10 ها C-130 هواپیمای برای جابجایی نیرو و بار در این پایگاه هستند و یکی از قدرتمندترین پایگاه ها که امریکا در منطقه ما داره و تقریبا همه این منطقه رو پوشش میده. ما در واقع این پاسخ رو دادیم و برعکس دفعه قبل که 3-4 روزی فاصله افتاد بین عملیاتی که رژیم ایالات متحده انجام داد و بعد که ما عین الاسد رو مورد اصابت موشک‌های خودمون قرار دادیم، این در واقع ساعت 2 بامداد امریکایی‌ها به 3 سایت هسته‌ای ایران حمله کردند و جمهوری اسلامی ایران در ساعت 8 یعنی در واقع بسیار بسیار زودتر، حتی به 20 ساعت هم اجازه ندادیم که برسه و این عملیات رو انجام دادیم به خاطر اینکه بداند در جمهوری اسلامی این اراده و البته توان برای دفاع وجود داره و دوران بزندررویی تمام شده و چنانچه رژیم امریکا دست به ماجراجویی تازه‌ای بزنه، سایر اهداف هم با شدت بیشتر طبعاً تصمیم گیری بر اساس فرماندهان هست، فرماندهان نظامی، ولی به نظر میرسه این توان و اراده در فرماندهان هست، چرا که ما میبینیم که در مورد رژیم صهیونیستی هم همین کار رو کردن. حیفا، تل‌آویو و قسمت پایتخت که قدس هست یا اورشلیم، اینها رو با خاک یکسان کردن تا بئرالسبع و اشدود، اسقلان، اینها رو که تصاویر و گزارش‌های محدودی که از زیر سانسور خبرگزاری ها و رسانه ها عبور میکنه و منتشر میشه، یا برخی از کسانی که به صورت فردی اقدام به ضبط تصاویر میکنن و با البته اضطراب این رو در فضای مجازی منتشر میکنن، نشون میده که این اراده و توان در جمهوری اسلامی وجود داره. اما چند تا نکته رو من عرض کنم که این بسیار مهم هست. اولا، یک، به جهت حقوقی اقدام جمهوری اسلامی کاملا قانونی و منطبق بر حقوق بین الملل و بر اساس اصل 51 منشور سازمان ملل متحد که دفاع مشروع و دفاع از خود رو مشروع و قانونی میدونه. بنابراین در چارچوب حقوق بین الملل اقدام صورت گرفته. امریکایی ها به یک کشور عضو دائم سازمان ملل متحد بدون اینکه درگیری وجود داشته آمدن به خاکش تعرض کردند، حاکمیت ملی اون رو زیر نقض کردند و زیر سوال بردند و موضوع مهمتر استقلال ایران رو در واقع بهش تعرض شده و تمامیت ارضی کشور مورد هجوم قرار گرفته. بنابراین خود به خود این هم به جهت قانون بین الملل هم به جهت شرعی که در
اطلاعیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شورای عالی امنیت ملی هم آمده. قرآن هم میفرماید که فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل. وقتی که به شما تعرض میشه، شما این مثل همون اقدام رو باید انجام بدید. بنابراین از جهت شرعی هم اینجور، از جهت اخلاقی هم اینطور هست. یعنی همه جامعه جهانی متفقن که اقدام ایران یک اقدام کاملا عادلانه و کاملا منصفانه و کاملا اخلاقی است. بهش تعرض شده، پاسخ داده. و موضوع بعدی هم این هست که جمهوری اسلامی ایران در حال مذاکره بوده و گفته شد حتی قرار برای مذاکره روز یکشنبه گذاشته شد و امریکایی ها به نائب خودشون و به مزدور خودشون و به خنجری که در عمق سرزمین های اسلامی فرو کردند، یعنی رژیم صهیونیستی، دستور دادند که این اقدام رو انجام بده. حتما ما مطمئن هستیم که اگر امریکایی ها نمیخواستن میتونستن جلوی رژیم صهیونیستی رو بگیرن. اما مگر میشود رژیم صهیونیستی همون رژیمی است که نتانیاهو 50,000 نفر رو قتل عام کرد در فلسطین که سرزمین فلسطین هست و سرزمین آبا و اجدادی فلسطینیان، و بعد وقتی میره در کنگره امریکا در مدت 45 دقیقه که ایشون حرف میزنه بیش از 60 بار بلند میشن و براش دست میزنن. آیا این یعنی حمایت از متجاوز نیست؟ آیا این یعنی تشویق آدمی نیست که قتل عام کرده؟ آیا این تشویق تجاوز به دیگر کشورها نیست؟ رژیم صهیونیستی مثل غده سرطانی است. همون بحثی که حضرت امام فرمودند دقیق و پیشبینی های حضرت امام کاملا دقیق و روشن هست. ما میبینیم که رژیم صهیونیستی میاد در سال 1948 مثل یک غده سرطانی میاد فلسطین رو اشغال میکنه. در سال 1967 میاد سوریه، جولان رو از سوریه میگیره، صحرای سینا رو از مصر میگیره و کرانه باختری رود اردن رو از اردن میگیره، اشغال میکنه. در سال 1982 میاد از جنوب لبنان حمله میکنه و تا بیروت یک سره میره و بیروت رو و لبنان رو به مدت 18 سال اشغال میکنه. یعنی اگر دقیقا مثل غده سرطانی است، اگر مهار نشه سلولهای سالم رو در واقع میخوره، به اونها حمله میکنه و دقیقا مثل یک غده سرطانی است و این رو همه دنیا میدونن.